سلام، من آیسا هستم و به چنل آیسا کربن بیوتی خیلی خوش اومدین. امروز قراره خیلی سریع و رک و شفاف بهتون بگم که فیلر لب مناسب چه افرادیه و چه افرادی بهتره که اصلا فیلر لب تزریق نکنن. بریم سراغ افرادی که کاندید بهتری برای تزریق فیلرن. اگر تصمیم دارین فیلر لب تزریق کنین، لطفا قبلش این ویدیو رو تا انتها ببینید و بعد تصمیم بگیرید. افرادی که کاندید بهتری هم برای تزریق فیلر لب افرادی هستن که لبای باریکی دارن و متوجه موضوع شدن که با پرتر شدن لبهاشون به جذابیت چهرهشون کمک بیشتری میکنن. افرادی که به خاطر اینکه سنشون رفته بالا، حجم لب تحلیل رفته و حجم لب کاهش پیدا کرده، میتونن با تزریق فیلر لب خیلی صورت جوانتر و جذابتری داشته باشن. همه ما میدونیم که لبهای پرتر نشان دهنده صورت جوانتر و با تراوت تره. افرادی میتونن فیلر لب تزریق بکنن که عدم تقارن دارن. عدم تقارن رو همه آدم ها دارن، همه ما داریم، اما یک سری افراد به هر علتی عدم تقارن مشهودتری دارن و با تزریق فیلر میتونن این عدم تقارن رو بهبود ببخشن و توی نمای ظاهری حالت متقارن تری رو توی فرم لبهاشون داشته باشن. یه دسته دیگه از افرادی که میتونن و مناسبشونه که فیلر لب تزریق کنن کسایی هستن که صورتهای کلاسیک و شیکی رو میپسندن و البته طبیعی و فرم لبهای پرتر رو دوست دارن. اصلا منظورم از این افراد اون دسته از افراد نیستن که لبای خیلی بزرگ و اردکی تزریق میکنن. اون افرادی که کاملا امضای زیبایی خودشون رو میشناسن و میتونن که یه سبک کلاسیک و نچرال رو تشخیص بدن و به همون شکل هم فیلر لب تزریق کنن. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی، لطفاً چنل منو سابسکرایب کن و من دارم تو این چنل کلا راجع به کارهای زیبایی و سبک زیبایی براتون ویدیو میسازم تا با آگاهی بیشتری خدمات زیباییتون رو انجام بدین. و اگر برات ممکنه ویدیو رو لایک کن، برای دوستات بفرست و خیلی ممنون میشم اگه بتونی برام کامنت بذاری. بریم سراغ اون دسته از افرادی که نباید فیلر لب تزریق کنن. این افراد غالباً افرادی هستن که شرایط خاصی دارن. مثلا خانم‌های باردار و شیرده به هیچ عنوان نباید فیلر لب تزریق کنن. ما تو کربن براشون تزریق انجام نمیدیم چون شرایط حساسی دارن و بهتره که اصلا خدمات تزریقی زیبایی براشون انجام نشه. خانم‌هایی که آلرژی دارن به لیدوکائین و آلرژی دارن به هیالورونیک اسید اصلا کاندید تزریق فیلر لب نیستن. خانم هایی که بیماری های خود ایمنی کنترل نشده ای دارن کاندید تزریق فیلر لب نیستن. اگر تو اون ناحیه تزریق فیلر لب در زمانی که میخواید فیلر لب تزریق کنید تبخال فعال دارید توی لب و دهانتون، شما در اون زمان کاندید تزریق فیلر لب نیستیم. و گزینه آخر، خانم ها و دختر خانم های عزیزی که به خاطر مسائل ذهنی و منتالی و روانی همش احساس میکنن که باید حرف بقیه رو گوش بدن، مهر تایید اونا رو داشته باشن، به خاطر حرف اطرافیان به سمت تزریق فیلر حالا صورت، لب، هر جایی میان، ازتون خواهش میکنم قبل از اقدام برای در واقع کارهای زیبایی، تزریقات زیبایی با یک روانپزشک یا روانشناس مشاوره داشته باشین و لطفاً به خاطر حرف بقیه و به خاطر یه سری شرایطی که اصلا علتش ظاهرتون نیست به سمت تزریقات زیبایی نرین و چهره و سلامتی خودتون رو به خطر نندازین. اما بریم سراغ این که حواسمون به چی باشه اگه میخوان فیلر لب تزریق کنیم. در ابتدا خیلی مراقب باشین که اون کسی که داره براتون تزریق میکنه پزشک باشه، کد نظام پزشکی داشته باشه و قابلیت استعلام حتی داشته باشه. این کد تو کربن همین شرایط فراهمه. گزینه دوم اینه که از چه فیلری برات استفاده میکنن. فیلر 10 cc چینی، فله، اصلا نمیدونم، هرچی. فیلر باید مجوز وزارت بهداشت داشته باشه، توسط خودتون باز بشه با گوشیتون ازش استعلام بگیرین، یه کدی SMS میکنید یا اسکن میکنید براتون اطلاعات فیلر میاد. و اینکه تکسیسی باشه
که بهترین نتیجه رو بهتون بده، چون ما فیلر دسترسی مجوزدار هم داریم مثل زیشل. پس شد پزشک باشه، حتی پزشک قابلیت استعلام داشته باشه، فیلر قابلیت استعلام داشته باشه و براتون با تکنیک نچرال تر، طبیعی تر، شیک تر انجام بشه و لبتون رو اردکی نکنن. در کنارش اگر برای شما و پزشک مقدور بود، براتون با بی‌حسی دندون پزشکی تزریق کنید که هیچ دردی احساس نکنید. همه این گزینه‌هایی که بهتون گفتم که مراقب باشین، ما توی کربن براتون انجام میدیم. اصلا جزء استراتژی‌های کربونه. اگه نیاز به مشاوره داری، اگه دوست داری که نمونه کارهای کلینیک کربن رو ببینی، پیج اینستاگرام ما تو دیسکریپشن هست، لطفا فالو کن، نمونه کارامون رو ببین. اگه نیاز به مشاوره حضوری داری، مشاوره حضوری ما رایگانه، میتونی با پزشکای ما مشاوره داشته باشی. هر سوالی هم داری از طریق دایرکت و واتساپ میتونی با ما در ارتباط باشی. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودی. اگه سوالی داری برام کامنت بذار که بتونم ویدیوهای بعدی رو طبق سوالات شما بسازم و ممنونم که همراه منین. مرسی.